من مرده. اکنون من یه مرده و یه جسد در ته چاهم. از آخر نفسی که کشیدم خیلی گذشته. قلبم خیلی وقت ایستاده، ولی به جز قاتل پست فطرتم کسی نمیدونه که چه بلایی بر سرم اومده. قاتل نفرت انگیز من برای اینکه از مردنم خوب مطمئن بشه تنفسم را کنترل کرد، نبضم را گرفت و بعد لگدی به پهلویم زد. جسدم را به کنار چاه کشید، بلند کرد و داخل چاه انداخت. جمجمه‌ام که قبلا با سنگ شکسته شده بود، هنگام افتادم به چاه تکه تکه شد. صورتم و پیشانیم و گونه‌هایم له شدند و از بین رفتند. استخوان‌هایم شکستند و دهانم پر از خون شد. 4 روز شد که به خونه نرفتم. زنم و بچه‌هایم دنبال من می‌گردند. دخترم از بس گریه کرده از بین رفته و چشم به در منتظر من است. نمیدونم واقعا چشم راهند یا نه. اونم نمیدونم. شایدم عادت کرده اند. چه بد. زیرا وقتی انسان اینجاست این حس به او دست میده که زندگی که در پشت سرش رها کرده مثل سابق در جریانه. قبل از تولدم زمانی نامحدود در پشت سرم وجود داشت. بعد از مرگم هم زمانی تمام نشدنی. وقتی زنده بودم اصلا به این چیزها فکر نمی کردم. در روشنایی زندگی می کردم و می رفتم بین دو زمان تاریک. من بهترین تصیب‌ها را در کارگاه نقاشی پادشاهمون انجام میدادم و تصیبکار دیگری هم نبود که بتونه به مهارت من نزدیک بشه. از کارایی که در بیرون انجام میدادم ماهی 900 آقچه به دستم میرسید. اینها هم البته مرگم را غیر قابل تحمل میکنه. فقط نقاشی رو تصحیح میکردم. حاشیه های صفحات را تزیین میکردم. داخل قاب ها را رنگ میزدم. برگ های رنگی، شاخه ها، گل های رز، گل ها و پرندگان میکشیدم. ابرهای در هم تنیده به سبک چینی، برگ های در هم تنیده، جنگل های رنگی و آهوهای پنهان شده در آنها، قایق های بزرگ، پادشاهان، درختان، کاخها، اسبها، شکارچیان. قبلا گاهی روی یک بشقاب نقاشی می‌کردم، گاهی پشت آینه‌ای، داخل قاشقی، گاهی روی سقف عمارتی در تنگه بوسفور، قصری، گاهی روی صندوقی. اما در سالهای اخیر فقط روی صفحات کتاب کار می‌کردم، چون پادشاهمون برای کتاب‌های نقاشی شده پول زیادی میداد. نمیخوام بگم وقتی با مرگ روبرو شدم فهمیدم که پول در زندگی اصلا مهم نیست. انسان وقتی زنده هم نیست اهمیت پولو میدونه. میدونم که با دیدن این معجزه، یعنی شنیدن صدای من در این وضعیت فعلی، با خودتون فکر میکنید حالا بی خیال پولی که در زمان زندگی در می آوردی، از چیزهایی که اونجا میبینی برامون بگو. بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ روحت کجاست؟ بهشت و جهنم چطورن؟ اونجا چه چیزهایی میبینی؟ مرگ چه شکلیه؟ درد میکشی؟ حق با شماست. میدونم وقتی انسان زنده است خیلی کنجکاوه که بدون تو اون دنیا چه خبره. حتی داستانی برام تعریف کرده بودن که شخصی فقط به خاطر همین کنجکاوی در میدونای جنگی خونین بین جسدها میگشته. این مرد دنبال کسی میگشته که در میان جنگجویان زخمی در حال جان دادن مرده و دوباره زنده شده باشه تا اسرار اون دنیا را براش فاش کنه. توسط سربازان تیمور به اشتباه دشمن فرش شده و با یه ضربه شمشیر 2 قسمت شده بود و او هم فکر کرده بود در دنیای دیگه انسان به 2 قسمت تقسیم میشه.
چنین چیزی وجود ندارد. حتی میتونم بگم که روح‌های دو قسمت شده در این دنیا به هم میرسند. اما برخلاف ادعای کافران بیدین، ملحدان و کفرگویانی که از شیطان پیروی میکنند، دنیای دیگری هم شکر خدا وجود دارد. همین که از آنجا با شما صحبت میکنم گواه این موضوع است. من مردم، اما همانطور که میبینید نابود نشدم. از طرف دیگر باید بگم که به قصرهای طلایی و نقره‌ای بهشت و رودخانه هایی که از زیرشان جاری هستند، درختان پربار و برگهای درشت و حوریان باکره که در قرآن از آنها صحبت شده برنخوردم. با این حال اکنون به خوبی به یاد دارم که چگونه بارها از نقاشی کردن آن حوریان درشت چشم بهشتی که در سوره واقعه توصیف شده‌اند لذت می بردم. البته به آن 4 نهری که از شیر، شراب، آب شیرین و عسل ساخته شدند و افراد اندیشمند و با قوه تخیل قوی همچون ابن عربی با خیال پردازی و پر و بال دادن در موردشان صحبت کرده‌اند برنخوردم. از آنجایی که نمیخوام بسیاری از کسانی را که با امیدها و خیالات دنیای دیگری زندگی میکنند به بیدینی سوق دهم، هر مؤمنی که کمترین اطلاعی از زندگی پس از مرگ داشته باشد میپذیرد که فرد ناآرامی مانند من با این وضعیت فعلیم در دیدن نهرهای بهشت دچار مشکل خواهد شد. خلاصه من که در میان نقاشان و استادان به نام ظریف افندی شناخته می شدم مردم، اما دفن نشدم. به همین دلیل روحم نتوانست به طور کامل جسم پلیدم را ترک کند. برای اینکه روحم بتواند به بهشت و جهنم یا هر جای دیگری که سرنوشتم است نزدیک شود، باید از پلیدی جسمم خارج شود. این وضعیت استثنایی که برای دیگران هم پیش آمده به روحم عذاب وحشتناکی می‌دهد. من خرد شدن جمجمه‌ام و پوسیدگی نیمی از بدنم در آب یخزده و شکستگی ها و زخم ها را می‌بینم و می‌شنوم، اما عذاب عمیق روحیم را که برای ترک بدنم تلاش می‌کند حس می‌کنم. انگار که تمام عالم در جایی در درون من گیر کرده و شروع به تنگ شدن می کند. این حس تنگی را فقط می توانم با حس گستردگی شگفت‌انگیزی که در لحظه بی‌نظیر مرگم حس کردم مقایسه کنم. وقتی آن ضربه سنگ ناگهانی و غیر منتظره جمجمه‌ام را از کنار شکافت، بلافاصله فهمیدم که آن پس فطرت می خواهد مرا بکشد. اما باور نمی کردم بتواند این کار را انجام دهد. پر از امید بودم، در حالی که زندگی رنگ رو رفتم را بین کارگاه نقاشی و خانه‌ام می گذراندم. اصلا متوجه این موضوع نشده بودم. با انگشتانم، ناخنهایم و دندانهایم که او را گاز گرفتم با اشتیاق به زندگی چسبیده بودم، با درد ضربه های دیگری که بر سرم خورد شما را آزار ندهم. زمانی که با غم و اندوه فهمیدم که خواهم مرد، حس باور نکردنی بزرگی درونم را فرا گرفت. لحظه گذارم را با این حس بزرگ زندگی کردم. رسیدنم به این سو درست مانند دیدن خود در خواب نرم و آرام بود. آخرین چیزی که دیدم کفش‌های برفی و گل‌آلود قاتل پس فطرتم بود. چشمانم را شبیه به خوابیدن بستم و با گذری شیرین به این سو رسیدم. شکایت فعلی من از ریختن دندانهایم مانند نخودچی در دهان خونیم، از خرد شدن صورتم تا حدی که قابل شناسایی نباشد، یا از گیر افتادن در ته چاه نیست، بلکه از این است که هنوز زنده فرض می شدم. تصور اینکه کسانی که دوستم دارند مرتب به من فکر می کنند و خیال می کنند که من هنوز در گوشه از استانبول
با مشغله احمقانه‌ای وقت می‌گذرانم یا حتی به دنبال زن دیگری رفته‌ام، عذاب روح بیقرارم را دوچندان می‌کند. هرچه زودتر جسدم را پیدا کنند، نمازم را بخوانند، جنازم را از زمین بردارند و مرا دفن کنند. مهمتر از آن قاتلم پیدا شود. تا آن پس فطرت پیدا نشود، اگر بخواهند مرا در باشکوه در این مقبره هم دفن کنند، بدانید که در قبرم با نگرانی و ناراحتی قلط خواهم زد و به همه شما بیدینی القا خواهم کرد. آن قاتل حرامزادم را پیدا کنید تا تک تک چیزهایی را که در آن دنیا می‌بینم برایتان تعریف کنم. اما بعد از پیدا کردن قاتلم باید او را با منگنه مخصوص شکنجه کنید و 8 یا 10 تا از استخوان‌هایش را، ترجیحاً استخوان‌های سینه‌اش را، به آرامی با صدای ترق تروق بشکنید و سپس موهای کثیف و چربش را تک تک همراه با فریادی که می‌کشد بکنید و با سیخ‌های مخصوص شکنجهگران سرش را سوراخ کنید. چرا قاتلم که انقدر از او خشمگینم به شکلی غیر منتظره مرا کشت؟ آیا اینها برایتان مهم است؟ آیا فکر میکنید که دنیا پر از قاتلان پست و بیارزش است؟ این یکی چه فرقی با دیگری دارد؟ پس از همین حالا به شما هشدار میدهم. پشت مرگم توطئه‌ای نفرت انگیز علیه دینمان، سنت‌هایمان و طرز نگاهمان به جهان وجود دارد. چشمانتان را باز کنید و بفهمید که دشمنان اسلام چرا مرا کشتند و چرا ممکن است روزی شما را هم بکشند، به خاطر زندگی که با آن اعتقاد دارید و در آن زندگی می‌کنید. سخنان نصرت هجا واعظ بزرگ ارزرومی که تمام سخنانش را همراه با اشک چشمانم گوش می‌کردم، یکی یکی به وقوع می‌پیوندد. به شما بگم اگر اتفاقاتی که برای ما می‌افتد در کتابی روایت شود، حتی ماهرتر نقاشان هم نمی‌توانند آن را به تصویر بکشند. درست مثل قرآن که هرگز قابل تصویر شدن نیست. شک دارم که بتوانید این را درک کنید. ببینید، من هم در دوران شاگردیم از صدا و ندای حقیقت در اعماق آن دنیا می‌ترسیدم، ولی توجه نمی‌کردم و این چیزها را مسخره می‌کردم. عاقبت من ته این چاه نکبتبار شد. این اتفاق ممکن است برای شما هم بیفتد. چشم و گوشتان را خوب باز کنید. حالا که خوب پوسیدم، جز امید به این که شاید مرا از بوی تعفنم پیدا کنند و به جز فکر کردم به شکنجه هایی که یک فرد نیکوکار موقع پیدا شدن قاتل پس فطرتم به او خواهد داد، کار دیگری از دستم بر نمی آید.